چند روز پیش ویدیویی رو منتشر کردن که در دل خودش نکته بسیار مهمی رو داشت. نکته‌ای که بر هر ایرانی با هر گرایش سیاسی، فکری، اجتماعی و مذهبی لازمه که بهش توجه کنه. موضوع فیلم در مورد سخنرانی محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران 6 سال قبل از استعمار ایران در بهمن 57. این فیلم سند بسیار مهمی برای حافظه تاریخی ما ایرانیان هست که بدونیم چه بلایی بر سر کشورمون اومده و در دل خودش نکته بسیار بسیار مهمی رو جا داده. شاه فقید ایران بعد از مذاکرات خودش با کشورهای امریکا، بریتانیا و فرانسه بر سر نفت و حق ملت ایران در برابر پیشگاه ملت حاضر میشه و به اونها توضیح میده چه اتفاقی افتاد و مذاکرات به کجا رسید. میشه اون رو مقایسه کرد با جمهوری اسلامی که قرارداد 25 ساله مینویسه و هیچی به مردم نمیگه چه اتفاقی در این قرارداد افتاده. ولی این موضوع مهم این قضیه نیست. شاه فقید ایران 6 سال قبل از بهمن 57 به مردم ایران میگه که در این مذاکرات به دو گزینه‌ای رسیده. یک گزینه اینه که تا سال 1979 کشورهای فرانسه، بریتانیا و امریکا باید مثل تمام کشورهای دیگه بیان توی صف وایسن و نفت ایران رو بخرن و دوران بردن نفت مجانی ایران تمام شده. 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت‌های فعلی در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نفت ایران خواهد بود بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان صف بکشن. گزینه دیگه موردی تماما حقوق بشری بود که هم بر سر تغییر قراردادها و ما شما رو به عنوان مشتری‌های بسیار خوب میپذیریم و تخفیف‌های ویژه‌ای هم بهتون میدیم. اما اون چیزی که غربی‌ها انتخاب کردن گزینه حقوق بشری و انسانی که محمد رضا شاه فقید پیشنهاد داده بود نبودش، بلکه اونها تصمیم گرفتن تا سال 57 نفت رو طبق قراردادهای کنسرسیومی جلو ببرن. اما اتفاقی که در سال 57 رقم خورد چیزی بود که در طول تاریخ قراردادی نانوشته بین شاهان و روحانیون وجود داشت. روحانیون رهبران جامعه و پادشاهان رهبران کشور بودند. اما آنچه در سال 57 اتفاق افتاد انقلاب نبود، دزدیدن کشور ما بود و ما در خواب بودیم. پادشاه فقید ایران دست استعمارگران را از کوچکترین درصدی که بر نفت ملت ایران داشتن میخواست کوتاه کنه، ولی از سال 57 اونها بر تمام زندگی ما، معادن ما، نفت ما، سرمایه‌های ملی ما و سرمایه‌های انسانی ما دست درازی کردن. اگر دیندار و مذهبی هستی، دین و مذهبتو نابود کردن و یک دروغ به جاش گذاشتن. اگر ملیگرا هستی، بی‌اعتبارترین کشور جهان کردنت. وقتی کشورمون رو دزدیدن و ما رو به استعمار کشوندن، اعتراض کردن چیز بی‌معنیه. باید بیدار بشیم، دست به دست همدیگه بدیم تا کشورمون رو آزاد کنیم و اشغالگرا رو بندازیم بیرون. و بیداری رمز پیروزی ماست. با بیدار شدن تک تک ماست که میتونیم آزاد بشیم و بعد از آزاد شدن آزادیمون رو برای همیشه نگه داریم. برای خدا، برای انسان و برای کشورت بیدار شو.